السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز درس لغت عربی هست و برادرانی که در درس لغت عربی متابعت میکنن از اونها خواهش کرده میشد که در همون کلمه هایی که هستن از یاد شوند بهتر میشه. انشاءالله در آن وقت کلمه که زیاد که از یاد شید دیگه گبزنیشونم، گراماتیکرم فهمیدنشون، کتابم فهمیدنشون، اخبارم فهمیدنشون همش آسان می شود. از یاد نکرده کلمه ها را گپ زدن فهمیدن ناممکن هست. انشاءالله شروع میکنیم در کلمه ها که هر روزه استفاده میخورن. همون بیت، هذا بیتون، این خانه هست، این خانه، هذا بیتون. هذا شباکون، این تریزه هست، هذا شباکون، این تریزه، هذا شباکون. شباک تریزه را میگن. هذا الباب، این در، هذا این میشه، الباب در میشه. هذه ستارتون، هذه به خاطر هذه میگن که این کلمه زنانه هست. هذه ستارت، این پرده، این پرده. هذا سریرون، این کت هست یا که کراوات میگیم خمون. هذا سریرون، این کت هست یا که این کت. هذا فراشون، این جاگه هست. هذا فراشون، جاگه هم میگه. الله پاک در قرآن میگه چی؟ و جعلنا ارض فراشا، و جعلنا الارض فراشا، گرداندیم زمین را جاگه، هموار گرداندیم. یعنی کی؟ هذا ابریقون، این چوینیک هست. ابریقون، هذا ابریقون، این چوینیک هست. ابریق چوینیک میشود. هذا فنجانون، هذا فنجانون، این پیاله. فنجانون پیاله میشه. هذا فنجانون، این پیاله. هذا سکینون یا که سکینون، کرد میگن. سکینون، کرد. یا که طبقون، طبقون گفته طبقه میگن یا که لعلی میگیم خمون یا که لگنچه میگیم شه. عربی قدی طبق میگن. نه انواعی هم بگیم لگن و چیزی که نباشه طبقش میگن. یکی هذا غسالتون، هذه غسالتون، هذه غسالتون، این پوشاک شوک است یا که لباس شوک، غساله میگن شه. و کلمه هذه گفتیم استفاده میخوره به خاطر چی؟ زنانه هست کلمه. هذا سلاجتون گفته، سلاجه گفته یخماس یا که مثلا خلدینی که میگن. ثلج یخ میگن، ثلج یخ میگن. ثلاجه گفته یمو یخدان یا که خلدینی که میگن. هذا هذه وسادتون، هذه وسادتون، این بالشت هست یا که این بالشت. هذه قد میگن. هذه برای اشاره زنانه هست. ما در همو درسمون داریم، انشاءالله نگاه کنیم اشاره ها به عربی هستند. ده هم درو. هذا هذه مائدتون یا که مائده دسترخوان میشه. مائده در آیت قرآن میگه که نازل کردیم از آسمان چی؟ مائده. نازل کردیم از آسمان، فرآوردیم از آسمان مائده برای بنی اسرائیل بود. و در اینجا اگر که یکم خطاگی های لفظی باشن، اگر یکم جا شاید که این لفظ انسان خطا میکند که یاش که نافهمه باشد خطا باشد یا که یکم جاش نافهمه باشد به خطارم، حتما پرسان کنین. انشاءالله که ما در انتظاری پرسیدن شما هستیم و حتما برادرایی که کوشش میکنه قطعا اونها ما کار میکنیم که تا اینکه لغت عربیشون هوی شود. انشاءالله کتاب فهمیشون و کمی کم گپ زنیشون انشاءالله تغری میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.